داریم میریم مسافرت کجا؟ شهر یونزه اینا. بابام عاشق آبه. دوست داری اینجا بمونی؟ خیلی خوبه. لاک پشتی خیلی بزرگه. بابا داره ورزش میکنه. درود. امروز ما داریم میریم مسافرت با پدر و مادر و یونسه. داریم میریم مسافرت کجا؟ شهر یونسه اینا. آبودان کره حساب میشه به خاطر اینکه شبه جزیره است و اسمش یاسوه. اگه یادتون باشه ما عروسیمون هم همونجا گرفته بودیم. کلا به خاطر اینکه خیلی قشنگه، دریا هست و کوه، یعنی هم طبیعتش عالیه هم مردمش چقدر خوبن. مخصوصا دیگه مام بابای یونسه هر کل اتفاق جالب بیفته، کل غذای جدید مام بابا امتحان کنن. دیگه مجبوریم کامل کره‌ای بخوریم. امیدوارم که خوششون بیاد. ماشینمون رو ما خیلی وقت عوض کردیم. بعد یادمون رفت اصلا بخوایم آنباکسینگ همچین چیزی بگیریم، چون دیگه خیلی سرمون شلوغ بود و یه مدت اصلا ولاگ نمیگرفتم. میدونی که فعالیتم نداشتم، برای همین دیگه چیز درمونش نگفتیم. گفتم دیگه امروز حالا بهتون بگم. ماشینمون ما قبلا BMW داشتیم و الان عوضش کردیم به هوندا اکورد و خیلی راضی هستیم. علت عوض کردنش هم چی بود؟ حالا اگه دوست داشته باشین کامنت بذارین که براتون کلا در مورد خرید ماشین و جور چیزا تو کره یه ویدیو بگیرم. خیلی خلاصه بهت بگم، خراب شد. جاده که داشت یابوسه میرفت یه دفعه خاموش شد. آره، و فهمیدیم که یه قسمتی از قطعاتش که مربوط به موتوره خراب شده و درستش کرد و دوباره این اتفاق افتاد. مثلا گفت فکر کنم مشکلی یه جای دیگه‌اش، من نمیدونم. دیگه رفتیم دادیم تعمیرش کردن یه بار دیگه و فروختیمش. حالا علتش چیه که هوندا گرفتیم؟ به خاطر اینکه هوندا سرویسش خیلی بهتر از حالا ماشینای دیگه هست توی کره. مال ژاپنه و خب ژاپن هم نزدیک به کره است و برای همین خیلی سرویسش بهتره. ما رفتیم نهار خوردیم. نهارمونم یه پرسیوری مرغ بود و خیلی خوشمزه بود. الان داریم میریم اونجایی که خونه‌ای که رزرو کردیم و خیلی بارون داره. بارون خیلی قشنگه. گفتم براتون بگیرم. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Oh, you know you're all I want. غزل چطور بود؟ بابا هم داره ولاگ میگیره. عالی عالی عالی. دستتون در نکنه. کدومش بهتر بود از بین مرغا؟ بخاریه خوب. سوخاریه؟ خوب‌تر از همش. آش با شک چی؟ آشش هم خوب. رسیدیم به خونه که گرفتیم. یه روم تور بریم. اینجا قسمت آشپزخونه است، بالکنیشه که رو به دریا هست. خوبه بابا؟ دریا. بابام عاشق آبه. مامان داره لذت میبره. یه اتاق اینجا پایین داره، خیلی کیوته. یه اتاقم بالا. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. 소고기가 뭐지? گوشتگاب. 구시대가 گوشت چیه؟ 국산? گوسفند. 국산. This could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. 나중에 우리 여수집 하나 사서 나이 들면 여기 와서 살자. 너무 예뻐. To the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. عجب گوشتیه. بخورین. چه خوب پخته. مستم.
음식 잘 굽는다. 이거 에리 언니한테 사진 보내면 진짜 에리 언니한테 사진 보내면 진짜 좋을 것 같아. خوشمزه است. ما شاممون رو خوردیم. هم ماهی کبابی بود هم گوشت کبابی دیگه. اینم توت فرنگیه. مام بابا یونس هم اینجا هستن. 너무 쉬워. 쉬어? طالبی کره‌ای، خربزه کره‌ای. 한국에 이거 뭐라고 불러요? 그냥 멜론이라고 해요? 메론이라고 그래. 무슨 메론이라는 건 모르겠어. 아까 오빠 말하잖아. 무슨 멜론이에요? 간달로프면. 간달로프? 그만 썰어네. مامان یاسه نمیشینه زمین برباش قریشی بیار بخوره خونه‌شون که میریم همینجوریه با چنگال شکسته میگن غذا بخوریم شانست از بین میره 이란에도 찬 음식, 더운 음식 이런 게 있대, 궁합이. 뭐 생선이 차가운 음식이니까 한의학이랑 똑같아요. 네. 여기. 뭐 요거트랑 같이 먹으면 안 된다 아. 뭐 이런 게 있어요 چه قشنگه صبح مثلا هوا عالی من این اصلا صبحونه نمیخورم همیشه خدا رژیمه صبحونه نمیخورم که نهار شام بیشتر بخوریم 잘 잤어? 근데 뷰 진짜 대박이야 대박이다. 와. 나 여수에서 이런 데는 처음인데? 아니야 이렇게까지. 우리 지난번에 갔을 때는 근데 이 정도로 튀어서 보는 데는 처음인데, 진짜? 새끼손가락 보이지 않았어? چی کارو کنه اینطوریه و اینو باید بگیری آره آفرین اما این میسوره که از روی این انگشت هم میسوره این چون استیل سخته و با چوبی امتحان کنی خوبه؟ آره اون ایوه اون 가운데 بره بالا 할 수 있어 저 수민이 땀이 나서 그래 오. 양치도 왼손으로 하래 아 오 그랬지 لوازم آرایشی ما آنلاین شاپمون اینجوری آوردم که مثل همیشه یه رسم خیلی قدیمی منه هر وقت میرم مسافرت با خودم میبرم و با بک‌گراند اون مسافرت حالا هر چیزی که هست عکس میگیرم برای اینستاگرام و بعدن که میبینم هم اون رشد خودم متوجه میشم هم حالت هوای مسافرت و اون ذوقی که داشتم همش به یادم میاد و خیلی حس خوبیه خب بذارین اول چیزایی که میخوام عکس بگیرم ازشون رو انتخاب کنم اولیش محصول جدیده و خودم هنوز بازش نکردم و نگه داشتم واسه یک ویدیو یوتیوب که کاملا ریویو آنستی ازش بگیرم این شات 1000شه این شات 2000ش هر دوتاشو خریدم محصول ویتیه اگه یادتون باشه من توی اینستاگرام اومدم معرفی کردم که برند ویکی برای اولین بار میکرونیدلینگ خانگی رو به صورت سرم تولید کرده به اسم ریدل شات فکر کنم هم که بشناسید فقط که من تبلیغشو کردم این محصول جدیدشونه برای روشنایی پوسته من مثلا چون قبلا لیزر میکردم اینجا احساس میکنم تیره شده مثلا رو چونه و جای سیبیلم اینا بعد میخوام ببینم این روش چقدر تاثیر میذاره برای کسایی هم که حتی زیر چشمشون سیاه شده اونایی که دلیلش رنگ دانه هست فکر کنم کاربرد خوبی داشته باشه یه سری هستن علتش اینه که موی رگای زیر چشمشون مثلا خیلی تیره شده و مشخص شده یه چیزی که من میاد معرفی میکنم سر 1 ماه تو ایران قشنگ اکسپلور همه جا رو میگیره مثلا همین ریدر شات فکر کنم من اولین بار اومدم معرفیش کردم چون توی کره اینقدر معروف شده بود خریدنش هم سخت بود مثلا هر جا میرفتیم گفتیم تموم شده و من و یونسه به سختی یه چند تا پیدا کردیم نزدیکی که مثلا 15 تا 20 تا اینا رو من فرستادم ایران و به یه سری افراد گفتم استفاده کنن و اینا اومدم توی ویدیوم در موردش حرف زدم و اون ویدیو من نزدیک فکر کنم چند میلیون ویو خورد و این سری هم میدونم ولی بازم با این حال من حاضر نیستم که چیزی که کامل نمیشناسم تعداد زیاد بیارم بعد اینم که خاطر حضورتون هست سنتلا اینو جدید آوردم
سرم آبرستان 50 میله، معمولا سرم آبرستان 100 میلی 30 میلی 50 میلیه. یادم حجم داره و قیمتش هم مناسبه. ولی البته تو بازار بخوای بخری اینجا قیمتش خیلی گرونه. ولی خب چون من کارمند این برند هستم به ما تخفیف میدن و دیگه من تخفیف شرکتی خریدم. کوشن کانسیلر دخترا، تا حالا همچین چیزی دیدین؟ کالر کاراکتر کانسیلرش هست که خیلی معروف شده تو کاره. اینم حتما براتون ویدیو بگیرم. رژ دیزیکو که میشناسین، اینم رژگونه ویک میکه که با ست رژش میاد. سرمای کازدباها که خاطر حضورتون هست دوستان. این کرم برای سد دفاعی پوسته، اینم روشنایی پوسته. ضد آفتاب سنتلان، ضد آفتاب کازدباها، این مینراله واسه حامله ها و واسه بچه ها خوبه. کوشن نوزرو خدمتتون. اینم کیف لوازمارشی ویانه، خیلی ترش دوستان، خیلی شیکه. نکنه این رژ دیزیک خیلی گفتید گرونه، 1 خورده ایه. گفتید که یکی ارزون ترش رو بیار، من رفتم پیدا کردم یه برند ارزون تر پیدا کردم، امتحانش کردم 1-2 بار، خیلی خوش رنگ خوبه. کره چطوره؟ کره از نظر طبیعتش عالی عالی. درجه 1 طبیعتش خیلی خوبه. دوست داری اینجا بمانیش؟ تنهایی نه. تنهایی؟ کل کشور رو میخواه بیاری اینجا. ببینید چطور اردک بخوری. اردک تک 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 اردک. یونسه میگه چطور مثلا دیروزی همه هوا ابری بود، بارون میومد، بعد الان امروز همه جا آبی، آسمون صاف یه تیکه ابرم نیست. چطور میتونه مثلا اینقدر خوب باشه؟ حالا داریم نزدیک مرکز شهر یاسو میشیم. بعد همیشه من میگم که خیلی اینجا شبیه فساه. بعد میگه حالا با آتینا ببینم واقعا شبیه فسا هست یا نه. فسا بزرگتره یا یاسو؟ نه یاسو قشنگ‌تره. یاسو قشنگ‌تره؟ معلومه که ولی کمی آبروی ما رو نگه دار. نه فسا. 아빠가 화사가 더 예쁘대. 더 예쁘다고? باور نمی‌کنم که موقع در چیزی بگه. 엄마가 자기 안 믿는데 내 말을. میگه فسا چی داره مثلا چه مکان تاریخی داره؟ میگم نه. میگه بچه برای چی میگه فسا بهتره؟ میگم منو داره. میگه تو هم که نداره دیگه. اینا غذای جانبی است که همراه غذا میاد. بعد اینجا بیشتر شبیه غذای یانگوم غذایی که میاره. حالا چطوره بابا؟ خوشمزه است؟ قیافش یه جوریه ولی مزهش خوبه. آره ما قاپس سالمه. مامانم که شکلشو دید ترسید. الان خوبه؟ خوشمزه مامان؟ راضی شدی؟ پیاز اینجوری میزنم توی این سسه که میکنم. 맛있대. 처음에 생긴 것만 보고 엄마 이렇게 했대. 근데 먹어보니까 맛있다고 하죠. خیلی خوبه. خیلی خوب. اومدیم اینجا یکی از مکانهای توریستی شهر یاسو هست. حالت باغ و اینا هست، پر از باغچه گل و اینا هست، خیلی خوشگله. اینجا رو واقعا خیلی قشنگ درست کردن. مثلا حس خیلی خوبی با آدم میده اینجا بودن. بوی خیلی خوبی هم میاد، صدای پرنده، صدای آب. مثلا انگار اومده تو بهشت. اون داشتین گنده؟ بابا اینو ببین. 운동이 건강해져.
ورزش خوبه. ورزش. اینجا اینقدر قشنگه که من یعنی دهنم باز مونده از زیباییش. اصلا نمیدونم تو دوربین اصلا مشخص میشه یا نه. خیلی خوشگله. این رویاهای کارتونی میمونه، کارتونای رویایی. خدا خیلی قشنگه. ببین این صحنه رو، اون آب و اینجا یه مکانی هست که حالت کافه ماننده، طب سنتی کره‌ای هست. به تو میگه مثلا الان بدنت حالا چه ویژگی هایی داره و اینا، مثلا سرد، گرمه، بعد چی بیشتر بخوری، از اینجور مشاوره ها میدن. اینا آرزو میکنی سنگا میذاری رو هم دیگه و آرزوت میگن برآورده میشه. 여기 수원비라서 이렇게 털 이렇게 사 있는 거 맞지? 맞아. 이거 넘어뜨리면은 모든 저주를 입게 돼. میگه اگه این سنگا رو هول بدی بیفته یکیش، تمام طلسم اینا میاد تو زندگی بعد شانسیش بره. دست نظری بهتره. یا مثلا میگه تو ایران هم به روح باور داری؟ میگم آره. بعد میگه اگه مثلا روح ببینی خب پس چی میگی که روح بره؟ روح بعد میگیم خدا رو شکر. به نام خدا. Strangers and the lovers in the highest heat of summer, talking mid-July. It was only for a weekend, it was hands we weren't keeping in sunset sky. No, moving on, moving in, no, picket fence, sweating red. And we didn't stay together, no, but it was for the better. We damn sure would've ruined it. Topless, yeah, you and I, we were priceless, like sugar sweet Russian. Could've never made it anything. اینجا یه باغ وحش کوچولو داره. اومدیم که باغ وحش ببینیم. 너무 귀여워. 불쌍해 보여. 외롭다. 얘는 حیوانو بهش میگن میوکت. نگاه کن چقدر خوشگله. Late nights over red wine, dancing in the daylight, golden haze. We were loving like we're dying, ever so enticing. Green-eyed gaze could have been moving on. 너무 귀여워. 가까이 왔어. 통통해. 통통하다. 왜 이렇게 통통해. لاک پشتی خیلی بزرگه. شاید بگم نزدیک به 1.5 متر میشه طولش. Made it anything, 'cause we never could have ever been honest. We'd never make it to August. We're here to the moment, could have never made it anything. وای اینجا یومی سپاه هست. سریالشو نمیدونم دیدین یا نه. من عاشقشونم. یومی سپاده. وای من عاشق سریال این بودم. اینجا پل یوسو هست که خیلی معروفه. خیلی قشنگه. با یوگی طریقات جومیاماچی. 돌산대교. این برم نمای شب خیلی قشنگه. حالا داریم میریم که تلکابین سوار شیم. یوسو برای نمای شبش خیلی معروفه. الانم خیلی مسافر اومده اینجا. اومدیم تلکابین یه نیم ساعتی تو صف بودیم. 자, 이제 파사 이겼지? میگه حالا ما فسا رو بردیم. درسته؟ این دیگه واقعا یوسوه. کوچولو داره کوچولو. پس آقا جام گیته. 작은 케이블카 있어. یه نفره. Wishes on satellites. Used to stay up at night, hoping one day that the stars would align. Left a trail of broken hearts, but you were different from the start. How you smiled when you said my name. ما رسیدیم به شهر چونجو. اینجا یه شهر سنتی هست توی کره. مخصوصا این منطقه‌ای که ما اومدیم همش خونه‌های سنتیه و لباس سنتی می‌پوشن، غذا سنتیه و خیلی مود قشنگی داره.
اینجا یه غذای خیلی معروف داره به اسم چونجو بیبیمباپ. رفتیم اونو خوردیم. الان هم داریم میریم به سمت کافه. پینگسوی هگیمجا میشه کنجد سیاه. با اینم سوجونگای یه نوع نوشیدنی دارچینیه با خرمالوه. چطوره بابا خوشمزه است؟ Stuck in the summer air, and lost in the day. Feels like whispering sweet nothings. All the words that you say to me. بابا داره با این مرد کره‌ای صحبت میکنه. میگه میخوام ماهیگیری کنم. 이란에서 왔어요. 네. 왜 송계는 안 들어가시고? 그 단양에 갈 거라서 잠깐만 세운 거예요. 아니 여기 송계가 한국에서 그래도 이거 알아주는 데걸로 송계 계곡이라는 데가. 네네. 단양 가려고 여기 들려서 가시면 돼요. 네네. 내일 구경할 거예요. 네. اومدیم شهر تنیانگ بعد تورا خیلی قشنگ بود. یونسه زد کنار که یه نگاهی بزنیم. این مردم که اومده اینجا ماهیگیری کنه با باباس شروع کرد صحبت کردن و اینا دوست شده. Far from all the things I left behind, I hear the call of restless skies, the dreams I couldn't chase, the moments I can face. The streets unfold into the night, and woven dreams escape my sight. The winds hum through the pines, and the night sings. صبح بخیر. منو بلور کنید. یونسه داره من خیره میشه. میگه این چه کاری داری میکنی اول صبحی؟ فقط با فشن منو ببینید. 너 지드래곤이야? 조. اینجا تنیانگه و ما اومدیم در دل کوه، در دل طبیعت، چشمه، صدای آب میاد. من صبح بیدار شدیم. 저 가세. یاسه میگه ساکت باش بقیه میشنون و میخوایم بریم یه چشمه نزدیک اینجا هست با بابا. میخوایم بریم چشمه رو ببینیم و بیایم. آره بعد دیگه حرکت کنیم بریم سمت خونه بالاخره. خط مثل قلبه. شبیه قلبه. 여기도 있어. داریم میریم وسط جنگل. درختان همه آره. این نه همش جنگل اینجا. 와 저걸 봐봐. اینجا تخته گذاشتن میشه بشینی. با مراقب باش. بابا داره ورزش میکنه. چه قشنگ درست کردن. اونم وسایل مال گلفه. Rainy days don't seem so wet, stormy nights don't stay. From the moment that we met, ما اومدیم کافه چتر بازا. به مامانم میگن که قرار چتر بازی کنیم. آوردیم چتر سوار شیم. باور کرد. الان اومدیم اینجا میشینی. خیلی قشنگ درست کردن اینجا رو. یه قسمت واسه چتر بازاست که میان چتر اجاره میکنن و اینا. و این قسمتش هم کافه است که مردم میان نوشیدنی میخرن و اینا و عکس میگیرن و خیلی جالبه و یکم ترسناکه چون این نیمکتایی که گذاشتن دقیقاً جاییه که ارتفاع قشنگ خیلی شیبه، پرتگاهه. این نیمکتایی که اینجا هست قشنگ پرتگاهه. from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. بابا
세 번째 와. 세 번째야? 자기 동기들이랑 한번 왔지. جدی باور کردی میخوایم با این با چسب بپریم؟ خب اگه مجبورت میکردیم سوار شی سوار میشدی؟ مجبور بودم چیکار میکردم؟ اینجا ها؟ میمونم. اینجا میمونم. ها بری سوار میشه چی؟ نه. نمیترسیدی؟ من دیگه هیچی نمی‌تونم. من جیغ میزدم. من قبلا میخواستم تو سوئیس سوار بشم ترسیدم. اونجا زیاده. 스위스 خیلی زیاده. ترسیدم. 근데 엄마가 예전에 오빠들이랑 그 내가 태어나기 전에 참 하셨거든. 놀이동산 가서 이렇게 하는 거. 소리가 참. 그래서 엄청 무서워서 처음 타보니까 소리 지르고 내려주세요.